هلو گایز، چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. این بار اومدیم با پارت بعدی Resident Evil Village. بس بدون معطلی let's play. خب فقط یه چیزی پیش اومد، من یه ذره به شک افتادم سر این قضایا. ما بنوینتور هم زدیم، باید بریم سراغ موئرا. اینور باید برم. باید این بایستا. یا خوندن ندارم. صدا داره میاد. نمیدونم از کجا داره میاد. نمیدونم کشتمشن چون افتادم پایین. این پایین چی بود این الان؟ اول بازی 90% تیرامون رو دادیم رفت سر این یارو. gunpowder. صدا مرغ میاد، ریدم تو خودم. من کجا باید برم؟ مرغ چیه؟ داره صدا میاد.
بده من هندگان امورو. من که هنوز اینو نتونستم یه دونه از این ریلا پیدا کنم. من هنوز که هنوزه یکی مثل برای این پیدا نکنم. بریم این مثلا چرا قرمزی فقط تو تقو بالاشه. نور ما مالا ریپیپ میکنم. مرغ کشتمش افتادم پایین. چه میدونیم بالا. بابا زامبی مامبی الان. این صداش انگار داره بهم حمله میکنه. داداش چرا گام قوی شده. این بود. برگام ریخت. از اینجا باید بریم. نمیدونم. اول بازی اومدیمه. خفتمون کردن. چی نداره روی گانی مانی. ولوی اینم الکی اومدم این بر. اینجا یه تریجری هست. خب این همه را باید برم من به این دلقک بخوام برسم. پیس منو پرواز میکنم. همین یه رو دیگه باید برم. خب من اونو با چی باید آتیش نمیتونم بزنم اونو. این که هیچ. این ورم چک نکردم. بذار این ور چک بکنیم. جان ناله کن. ای جان ای جانز ای جانز. چطوری شورتکات میدادم؟ آها هیچی هم دار این بود دیگه. اینو شورتکات میدیم به این. پله و زبده رو زن نمیشه غلطی میکنم.
مثلا وسط چی؟ مثلا یه دونه دیگه باید اینجا بزنم دیگه. خوک. خب ریدم، نباید اینجا میزدم. میشه، نه باید میزدم. باید میزدم. سه تا انگشت یه دست. خودش را میتشمون. بازم ولو میخواد. بازم ندارم. لعنت بهت. کجای بازی من باید ولو میگیره؟ ترسیدم. مرسی که گوی نداریم که بخوایم بندازیم توی رو در بیاریم. باید بگردیم پیدا کنیم. چقدر صدای زهرمار میده. اطراف رو بگردم بعد بیام تو. باید بریم تو دیگه. سیو جونز اینجا یه سیو به من بده. نمیدونم کدوم سیو بده. اینو باید بدم دیگه. خب به نظر اینجا سیف کنم. من برم باز بیام ادامه پارتو بریم. خب رفتم اومدم، پس بریم بدون معطلی ادامه این پارتو بریم پایین. رفتم داداشمو میآوردم از مدرسه. همه فول دیگه. دستش قطع شده. یه دونه هیل ریخت اوکی شد. مثلا منطق این ویدیو قابل درک، بازی قابل درک نیست. خیلی زوم دوربینم. بریم زودتر ببریم اینا رو، بهتر کنیمش. چند پارت دیگه بالاخره تموم بشه و بریم سراغ ردد، همچنین دیترویت بیکام هیومن. شاید هم امنیجیا رو دوباره ادامهش نمیرسیم. حالا باش سال دیگه انقدر طبیعی جلوه دادنم نیاز نبود 100 طبقه بریم زیره. اینجا که من از تو خبر ندارم، دل من هوات کرده. الان کپی رایت میخورم. یا وای فردا از پشتم باز شد. خب سلام علیکم. سلام من رو سیف کرد. ولی راز نمیری بالا. نباید باز شد. اینم نباید باز شد. Locked from the other side. من ترسیدم. من نمیخوام این بازی رو انجام بدم ولی مجبورم چون حال کردید. اینجا
چرا همه جا خون هست؟ چه کثافت بازاریه. یه بار بکش. کش راحتم کن به رسم شرافت. مگه میخ چوبی میره توی روز من ریو. سه تا یه دیگه مونده که مسلما دست هایزنبرگ. اگه این برای تو همه کار میکنه مادر میراندا. I'll just be taking this. فقط این چیکار میخوای بکنی؟ She's not hers. بچه استثنایی میکنی برای مادر نیست. تو یه چیز داری که بگی؟ Mother's special child. منظورت چیه؟ منظورت چیه بچه مورد علاقه مادر؟ Don't screw with me. بچه‌ش برگرده. با من در نیار. لطفاً. اگه اونو بگیری بقیه با من میخندن. What do I care? اگه بهتر از من کار کنم شیت عمل میکنم. یه ذره بیشتر لطفاً. What's so funny? خب این تبدیل شد. چقدر خنده داره. تو دیوونه ای. I plugged the way in. What do you... من در راه بستم. It's my territory. And I won't let you leave. Shit. این میگم مکان منو من نمیذارم تو بری. Damn freak. کثافت لجنزار. وایسا. نرو تو هم مثل من نمیتونی دوونی. نرو تو هم مثل من تو غصه کم. How do I get out of here? این در رو باش. هندگانمو خب بذار من برم از اون دره. خب بیرون چه کاریه اینجوری گداداویه. بذار من طول یه دقیقه بچرخم. ببخش واقعا دلم کفاف نمیده اینجا رو نچرخم و نچرخیده برم. یه چیزی میخوایم که اینو بشکونه که این راه باز کنم. پس باید بریم اونور راه خروج رو باز کنیم. مادر میراندا بیا با من بریم اینجا و آنجا. اینجا قراره دهنمون سرویس شه. من میدونم چون ویدیو یاریا رو من دیدم. Leave the boat key in the shack in the mine. Is dead, so no more fishing for a while. I mean we all know his death was no accident. میدونیم که تصادفی نبوده. He was eaten by a giant بوتنال. خودشو کلشو. تیر و میر نداریم اینجا و آنجا. boat key. I need a boat key. shit. چقدر دارم اسکی میرم. هندگان میده یعنی دهنت سرویس سه. اینجا قراره دهنمون جر بخوره. من اینو میدونم اما نمیدونم کجا باید برم من. دنیا خب بپرین یه چوسه رو. احمق خری تنام مولا که خری نفهمیدم کجاشم بودم. دکشک بودم چیزی بود یه جایی به اسم تلقا. حالا این باید بزنم به تلفنم نه مسلما.
دنیا خیلی کوتاهی کوتاه میترسم بزنم اونو، نباید اینجا میزدم بودش توی کیو اینجاها. یک دو استامینو نداریم. دهنم سرویس بود. کجا باید برم؟ یه دونه خاطر تو رو یادم نمیه که leave the boat key in the shack in the mine. شک چیه؟ نمیدونم. خب این تو هم که نمیشه رفت. ما سلام این هر چی هست تو اون قاره است. خب چطور؟ هیچ غلطی هم نمیشه کرد. این برم که نمیشه رفت. من باید برم تو اون غار. خب من رفتم تو غار. خیلی دارم ور میزنم، خودم قبول دارم، ولی من ترسیدم. من نترسیدم، من ریدم و چون میگم باید حرف. این من موندم اینو بزنم یا اونو بزنم. شک چیه؟ بسید من شک رو سرچ بزنم ببینم معنی شک چی میشه. شک 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 معنی خاصی نداره. ببین آخرین تیرم اگه قرار نبوده باشه اینجا من بزنمش، فکر نمی کنم اینجا اصلا باید بزنمش. سخت جایی نمیتونم برم. خب بذار من یه سرچ بزنم بعد بیام این داستان ترسناک رو تموم کنم. خب چاقو باید میزدیم این فقط بیفته همین و تمام مدت داشتیم الکی مسخره بازی در میومدیم. خب بریم ببینیم میتونیم کلید میلید پیدا کنیم. یک ساعت ما رو دلغک خودشون کردن. صداهایی داریم. خب یه زامبی مامبی باید بیاد اینجا. ایزی. چرا؟
اوه دبل زدم جوری زدم برگاه خودم ریخته. الان حرف نزنید با من. زیادی ایزی زدم. فقط اینکه تمام گانای تیرای شاتگانم رفت برای این مش دلغک. و اینکه الان من از این ور جوین خب الان من بیام اینجا. فکر کنم باید برم اینجاها مثلا. این که هیچ همین همش اینور برای بالا نمیشه رو آن پشت داره. ای رسما بالا هیچی اومدم الان. وایسا نمیشه که. هی خدا هی خدا هی خدا نمیگردی همینش. فکر نکن نیدم. پول داد. کاش یه سیو به من میدادی. کاش یه سیو به من میدادی و منو با یه سیو زیبا خوشحال میکردی. ولی نمیدی بیشوری دیگه. خوب شد نزدم اونو. الان میزدم الکی یه دونشم از دست داده بودیم. نه از دست ندادم. اون دوتا رو باید میزدیم ولی بازم هست یا همین. گمش بی شرف. چقدر خوب شده این کلت. نمیدونم چند داره شده 40-50 دقیقه شده. مهم نیست. میریم ما. خب کجا باید برم؟ این باید برم. What was that? من نمیدونم چرا حس کردم باید بریم تو. پارک قشنگه. اینو باید بزنیم. لعنت بهتون یه سیو به من بده. بعد اصلا برام مهم نیست. What the hell? شکوفتیه. Research post or something? What the fuck are they doing here? گروه Get off of me! Stay the fuck down! Ethan, ایتن I gotta say, I'm surprised you made it this far. خیلی اینقدر اومدی برام Be a سورپرایز کننده. shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. تو میا رو Now do me کشتی. and finish the job. من باید این کار رو انجام بدم. پایان بدم. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings Yeah, out here. We should move on.
من حرکت کنیم. What kind of readings? What's moving? Unknown, Harikati. but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, Miranda did bir you de. say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your Miranda. depth. What about the Sanki sample bilmiyor fakt analysis? کنم چی It's گفت. definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. از کار بیرون. God, watch out! سقط شد الان این تیم. Shit! Stay back! عقب بمون. تو The exit's underwater. You're done. چیزی که اون زیر زندگی I میکنه don't have تو time for مردی. this. زمان برای اون ندارم. خیلی دیره. همه چی رو برای جشن فراهم کرده میراندا از الان. Miranda sent you to slow me down? میراندا تو رو فرصت من کنت کنی. خب چی نباش. عوضی نباش. این منصفانه نیست. من باید با اون بودم. نه تو. What are you talking about? راجب چی داری حرف میزنی؟ The fuck is wrong with you? چه مشکلی با تو؟ نمیتونم بیشتر نگه دارم. خدا یا مادر برای چی؟ و میفته تو چرا؟ میفته تو همه ما رو سرویس میکنه. دل من برای خمهات نبود اما چشمون سیاهت منو با خود شد. What am I supposed to do? کلینیک اونجا حالا چیه؟ حالا چی؟ He said the exit's underwater. If I can drain the water. Shit, there's no power. برق نداره. Turn the electricity on. بعد برق بیاریم حالا براش. دوک As you wish. اونجور که آرزو میکردی. خب I've procured some new items for you, Mr. چند Winters. تا برات بفروشیم. یه 2 تا از اینا دارم. یه 10,000 توی ناز، یه 20,000 توی نازتر غذا میخوام. لاک پیک، فرست اید. فعلا همینا رو بخر از ما. As always, a trustworthy, fair exchange. اکسچنج 36,000 تا دارم. 5,000 تا اینه. اینجا چی آوردی برامون؟ این به دردمون میخوره. تا الان نه. 3,000 تا از اینا میتونم بگیرم. این به نظرم خیلی به درد میخوره برای اینکه بخوام اینو بزنیم. حالا من اینو باز میام بعد از برای پارت بعد میام کار انجام I look forward to seeing the fruits of your exploration. کنیم و این پارت رو تموم میکنیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. پس اگه این ویدیو رو شاید لطفا لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگ رو بغلش بزنید. پس تا ویدیو بعدی. فیشس